با نام و یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانوادتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه دعوتی کتابخانه است و مهمون امروزه ما استاد عبدالنبی ستارزاده. استاد بار دیگر با برنامه خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید. استاد میخواستم بپرسم که امشب روز چه حال و احوال دارد و در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه زندگی رو چگونه پس سر میکنید؟ در جواب به سوال مانند به سوال شما که حالا مطرح کردید، در وقتش یک شاعر خیلی نامدار معاصر ایرانی، سهراب سپهری همینطور گفته بود: اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکن نان دارم، خورده خوشه، سری سوزن شرقی. آشنای خارجی داشتن در یکی از سازمان‌های بین‌المللی در دوشنبه فعالیت میکرد و فارسی را میدانست. وقتی که از حال و احوالش میپرسیدم میگفت زیاد بد نیست. زیاد بد نیست. در دانشگاه یک شریک درسی داشتم، رحمتی عبدالباسط عزیز نویسنده هم بود. در جواب سوال ما یک جواب میشه دیگه با تکیه به این چیزا من میگم که حال و احوالم زیاد بد نیست. میشه. سلامت باشین استاد و خدا کند که همیشه چنین سر حال باشید و با شما هم صحبت شیم و از علم شما، از دانش شما و اون چی که شما اندوختید و در زندگی تجربه کردید ما و نسل ما بهره گرفته باشیم. استاد 26 اپریل در شبکه‌های اجتماعی من دیدم که یک خبر نشر شد و کاربران زیاد این خبر رو نشر کردن که شما رو اکادمی علم‌های روسیه به عنوان دکتری فخری سرفراز گرداند و باز این من یک سوال اومد که مثلا شما نفر هستید در این ادبیات ما زیاد خدمت کردید و کارتون ادبیات تاجیک است و با چه مناسبت شما رو این اکادمی به چون یک عنوان فخری سرفراز گرداند؟ تشکر. از نامه رسمی که از انستیتوت شهرشناسی اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه به نام من رسیده است با امضای جانشین علمی این انستیتوت اکادمیک ناومکین، معلوم می شود که این به مناسبت 85 سالگی کمی نه این کارو کردن و 4 مارس سال 2026 شورای علمی این انستیتوت مرا به عنوان دکتر افتخاری انستیتوت شهرشناسی اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه مناسب دانسته است که برای باینده بدون شک باعث افتخار است و با اجازه شما من برای آنکه معلوم شد که با چی خاطر به کدام مناسبت این کار کردن و برای چی، یک پاره از همون مکتوب را برای شما اقتباس بیارم. مکتوب به زبان روسی است، مشکل نداره. مشکل نداره استاد، مشکل نداره. از جمله در این مکتوب گفته شده است که глубоко уважаемый Абдулнабий Сатторзода, ваш вклад в исследование истории персидско-таджикской литературы является ярчайшим достижением современной гуманитарной науки. Приплетение языкознания с литературоведением в сочетании с критическим подходом демонстрирует не только оригинальность и самобытность вашей научной деятельности, но и ее невероятную ценность для национального и международного сообщества. Ваши работы расширили границы междисциплинарного подхода гуманитаристики и привлекли внимание профильных специалистов. Использование вашего опыта и знаний в политике и дипломатии сделали ваши книги востребованными не только на
постсоветском пространстве, но и далеко за пределами Таджикистана. Вот вы также внесли неоценимый вклад в культурологическую науку, теории поэзии и языкознания таджикского языка. Широта вашего кругозора и научно-профессиональной экспертизы является эталоном для любого современного ученого. خیلی جالب است که یک مرکز علمی یک شناخت دقیق از یک عالمی کشور خارجی دارد و امین است که همین کشورهای مثل ایران و روسیه و آمریکا و آلمان و چین قدرتمند میکنه که اونها از اونجا شده دقیق میدونن که سهم یک آدم در همون کاری که میکنه. مثلا سهم شما رو هم در ادبیات فارسی و تاجیکی خوب ذکر کردم، همچنین خدمت‌های شما رو در دیپلمات و سیاست اون کارهایی که هم نظریوی انجام دادید و هم عملی انجام دادید و خیلی دقیق. استاد پیشتر شما رو جمهوری اسلامی ایران همین سال بود که با یک جایزه دیگر قدردانی کرد در بخش بدیلشناسی. من چرا این سوالا میخوام که این جایزه پیشتر الان این سوالا که فرصت شد به شما بدیم و شما جایزه بدیلشناسی را به دست آورده در تاجیکستان یک گروه، شاید من نتونم عالم دانشمند بگم، یک گروه از این انسان‌های پیدا شدن که بدیل و اقبال مخصوصا دو نفره نقد نیو یک نوع تنقید میکنن، یک نوع با مزاح میکشن، یک نوع علیهشان مثلا موقع گرفتن، توهین میکنن. استاد این درست‌تر میارد. ولی بدیل و اقبال در ادبیات جهانی، نه تنها در ادبیات فارسی، در ادبیات جهانی سهم خیلی بزرگ دارن. همین میخوام درباره همون جایزه و همین اندیشه بفهمم که این چی بود استاد. تشکر. ماهی انور سال روان یعنی 2026 من دعوتی بودم برای شرکت در 6مین همایش بین المللی عرس بیدل در تهران. در جریان همایش برگزار کنندگان این همایش علمی به کمینه و 2 نفر پروفسور دیگری خارجی، پروفسور شریف حسین قاسمی از هندوستان و پروفسور عارف نوشاهی از پاکستان، جایزه بین المللی عبدالمعانی بیدل را مناسب دیدن. نام جایزه میخواد جایزه بین المللی عبدالمعانی بیدل. پروفسور شریف حسین قاسمی و پروفسور عارف نوشاهی از ایران شناسان طراز اول در جهان می باشد. برای من طبیعی است که باعث افتخار بود که در قطار این دانشمندان معروف جهانی سزاوار این جایزه گردیدم. جایزه بین المللی ابومعالی بیدل را 2 مؤسسه جهانی، شورای مشترک بنیاد بیدلی دهلوی و مؤسسه تاریخ و تمدن شرق به همین تازگی تأسیس داده بودند و نخستین دور این جایزه به ما 3 نفر از دانشمندان ایران شناس و ادبیات شناس مناسب دیدن و در آیین نامه همین جایزه بین المللی ابومعالی بیدل از جمله همین خیلی ذکر یافته است. برای چی این جایزه اعطا می‌گردد؟ کار مداوم آموزشی و پژوهشی عالمانه و جریان ساز به معرفی و احیای گوهران به همتای گنجینه میراث فارسی اختصاص دادند. همینطور گفته شده. و این ابتکار 2 مؤسسه بسیار شهرتیار و معتبر ادبی و علمی، یکی بنیاد بیدل دهلوی و دیگر مؤسسه تاریخ و تمدن شرق به اساس هم نیست، زیرا میرزا عبدالقادر بیدل از جمله بزرگترین شاعران فارسی گوی است و از جمله متفکران درجه اول در تمدن ایرانی به حساب می رود. یعنی تصادفی نیستن. شما که از محمد اقبال هم یاد کردید،
اقبالم در همین ردیف است، در ادبیات معاصر، هم در شعر و هم در فلسفه و تفکر و سیاست. شناخت بیدل یک مرور اگر کنیم بله. به بیدل شناسی در تاجیکستان. در تاجیکستان وقتی که درباره بیدل شناسی صحبت میکنیم فراموش نباید کنیم که تاجیکستان یک پاره ماوراءالنهر خراسان بزرگ است. در دوران معاصر در ابتدای عصر 20 همین بیدل شناسی یا شناخت بیدل هم از همان وقت شروع شده است در تاجیکستان. در تاجیکستان به عجیب شد و بسیار مناسب و موافق است که باز هم به فعالیت استاد بزرگوار ادبیات معاصر ما استاد صدرالدین عینی وابستگی دارد. این اگر مرحله اولی بیدل شناخته در تاجیکستان گوییم، مرحله دومش این سالهای 40 عصر 20 است. در همین سالها، در سالهای 40 باز هم با راهبری، با هدایت و مساعدت استاد بزرگوار صدرالدین عینی یک تذکیره، یک کتاب تذکیره گونه چاپ میشد. شما میدونید و بینندگان و شنوندگان هم خوب میدونن که اون نمونه های ادبیات تاجیک دارد. نمونه سال 26، این نمونه های ادبیات تاجیک در سال 40 که در همونجا یک مقاله هست، مقاله شاعران محمد جان رحیمی و عبدالسلام دیهاتی با نام مرزا عبدالقادر بیدل سال 40. اما تحقیقات بسیار مهمی که در همین سالهای 40 به وجود آمد به قلم استاد صدرالدین عینی تعلق دارد و این کتاب خیلی معروف است. نامش مرزا عبدالقادر بیدل و ایجادیات او نام دارد. این کتاب زمان هنوز در قید حیات بودن استاد در چند شماره سال 1946-47 مجله شرق سرخ چاپ شده بود، در 3 شماره است. به آخر نرسیده بود. مؤلف یعنی استاد عینی تکمیل و تصحیحش را تا سال 1952 به آخر میرسانند و متاسفانه تقریبا 1 ماه پیش از مرگ استاد در سال 1954 با نام مرزا عبدالقادر بیدل چاپ می شود. این رساله تا امروز یکی از مرجع ها، سرچشمه های اساسی تحقیقات های بیدل شناسی نه تنها در تاجیکستان بلکه در ازبکستان و در افغانستان هم می باشد. زیرا معلوم است که این کتاب را اگرچه در افغانستان چاپ نشده است، در شکل دستخط بیدل شناسان افغانستانی استفاده بردند و اشاره ها کردند. و این کتاب هم بیننده کتابخوان باید بدوند که چاپ شده است، یعنی در تاجیکستان در کتاب فروشی ها هست. بله هست. اگر کسی که شوق دارد، ذوق دارد، میتواند که مراجعت کند این کتاب به قلم صدرالدین کسی عینی که میخواهد که هست. مثلا این کتاب در فروشگاه ها هست. بیدل را شناسد، بیدل را درک کند، فهمد، ناگزیر باید به این کتاب مراجعت کند. به این کتاب مراجعت کند. این کتاب به درجه ارزشمند بود که شرقشناس معروف روسی و متخصصی ادبیات فارسی تاجیکی یوگنی ادواردویچ بیرتلز و در یک چیزی که درباره این نوشته بود گفته بود که از بهترین تحقیقات است که در این موارد به وجود آمده است، نوشته شده است. و نه تنها این کتاب روی طبع را دید بلکه رویش من بعده بیدل شناسی رو در یک منطقه بزرگ هم در تاجیکستان، هم در ازبکستان و هم در افغانستان معین کرد. استاد عینی
یک امید میکردن، آرزو میکردن که روزی شود که از میان جوانان تاجیک دانشمندان پیدا شوند که با آموختن آثار و افکار بیدل مشهور. خوشبختانه این روزها رسید است و من از چند تا این بیدل شناسان تاجیک که واقعا هم سهم گرفتن بر بیدل شناسی نام میگیرم. من خیلی این آدم رحمتی سبحان هم میگرداده زنده یاد صحابیدین صدیق، شادروان محمد انصار افسر برادر علاخان افسرزاد و خدا بیامرزد بابا بیک رحیمی بود و باید گویم که بابا بیک رحیمی بیشترین کشفیات را در دوران معاصر در زمینه بیدل شناسی همین آدم کرده. حالا من خوشبختانم و باعث خورسندی است که امروز کار آنها، فعالیت استاد عینی و آنهایی که نام گرفتیم، امروز دانشمندان مثل پروفسور زمیرم غفار و نورعلی نورزاد، بختیار همدم، نصیبت صادق و محمد جان عالم جان و دیگران ادامه داده ایستادند. صحبت زیاد است اما ما با همین اینجا کفایت میکنیم و اشاره به همون دانشمندان که شما یاد آوردید که درباره بیدل ناسزا میگویند، انتقادهای تند و بی اساس میکنند. من خوشبختانه باید بگویم که آنها یک نفر دو نفر هستند. در تمام نوشتجات همین نفری که نمیخوام نامش بگیریم سزاواری به زبان گرفتن نامش نیست. من مجبور شدم که اینجا حالا با اشاره به گفته شما این سخنها رو گویم. تمام این نوشتجاتش که من اونها را هذیانات میگویم، در اونها نشان از علم است. همه چیز معنی مضمون که درست باشد بعضی حتی از عنوانهای کتابها از کسانی دیگری، مال خودش نیست، مال خودش نیست. و همین بیدل این گونه آدم ها سفله گفته است. حال من تقسیم میکنم. من بیدل گفته است هر سفله برای خود کر و فر دارد، آبی رخ عزتش که باور دارد. این سفله ها همین سفله یک بار گفته بود که بیدل بایستی در 200 سال از پیشروی از رشد و نمو بازماندن ادبیات فارسی شد. نامعقول کرد و این کاملا نادرست است. همین هذیان نویس من چیز دیگه نمیگم. در همین آخرها شما شاید خبر داشته باشید یک نوشتجات دیگری، هذیانات نامه دیگری هم چاپ کرد که در اونجا از اولش تا آخرش تحقیر و توهین به شخصیت بزرگ چون استاد محمد جان شکوری بخارایی است. این بدبخت شکوری بزرگوار را گفته است و این نه تنها پیشوای عینی ستیزان بود بلکه پن اسلامیست و پن ترکیست بود. کسی که تمام عمر مقابل پن ترکیسم اینها جنگیده است و چی کردن و در همان جا گفته است که شکوری تنها نیست و نه تنها پیشوای عینی ستیزان بلکه رهبر یک گروه که شاگردان و پیروان ره گم کرده است. در قطار اونها خیلی کسای نام گرفته، من از چندتاش نام میگیرم با اجازت شما. رحمتی عطاخان سیف الله، خدایی شریف زاده، عبدالخالق نبوی، یوسف جان اکبرزاده، عبدالحمید صمدو، ستار ترسون، رستم وهابزاده و البته در بین اونا کمینه کمترین هم هستند. استهزا، اینو نمیدونم چی گوییم، استهزای تاریخ، پسخند تاریخ، پوزخند تاریخ است که امروز در همون جای کار میکند، در همون شعبه کار میکند که بزرگوار مثل استاد
شکوری بخارایی کار و فعالیت میکرده. این ننگ است. سال آخر از بسیاری از کشورهای خارج مثل ایران و افغانستان و روسیه و این کشورها و شما زیاد توجه میشود استاد، این عنوانهای فخری میدهند و چاره‌بین‌های علمی دعوت میکنند و یک نوع شناخت و یک نوع اعتراف است و این باعث فخر است برای هر ملت، هر کشوری که عالیمش در سطح منطقه و در سطح جهان اعتراف شود. و سبب چیست که شما تا به امروز تا جایی که من خبر دارم اگر اشتباه نکنم شما عضو بحث اکادمی علم نیستید و خودتان نمیخواهید یا نیاز ندارید به این چیز یا چی از اسرار این چیز؟ پس من فقط میخوام بدونم اینا، شاید زیاد از بینندای ما اون دفعه هم زیر چی نوشتن سوال کردن زیر همون نوار شهر نشون از خودتون بفهمید که چی است این موضوع. تشکر. دلیر جان، منطقا شما باید این سوال رو از مسئولان همون ساحه علمی توجیه میپرسید. درسته، ولی چون ما با اونا دسترسی نداریم فرضیه خودتون رو میخواستیم، چون ما با اونا دسترسی نداریم که این سوال حتما اگر دسترسی پیدا کردم من میپرسم، ولی فرضیه خودتون چی است استاد؟ یعنی این چیزی که خودتون اندیشه میکنید. این مؤسسه‌های خارجی که در بالا گفته میشه اشاره کردید، مرا به عضویت یکی از مرجع‌های اساسی زبان و ادب فارسی در دنیا، بله، فرهنگستان زبان و ادب عضو پیوسته‌اش بله قبول کردن. یا سال جاری نخست دوره جایزه بین المللی بیدیل ابوالمعالی بیدیل رو به من مناسب دیدن. یا به همین نزدیکی انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه که در جهان در شرقشناسی یکی از اساسی ترین و مهمترین مرکزهای شرقشناسی به شمار می رود، من نظرم میخوام هیچگاه از من نپرسیدن، مرا در جریان نگذاشتن، یگان سندم از من تقاضا نکردن. ولی سالهای بود که من با همون زیر تاثیر ایدئال های آرمانگرایی که سالهای 90 و بعدتر در زمان دموکراتی خواهی ها داشتیم، 2 بار سند آماده کردم برای دریافت جایزه اعضای اکادمی علمی تاجیکستان شدم. تصدیقنامه های بسیاری، حجت های بسیاری، توصیه های بسیاری، ولی چنانکه که میدونیم ما رو مناسب ندیدن. یعنی مسئولان مناسب ندیدن. لیکن من از چی افتخار دارم؟ اولها البته تاثیر میکرد، تاثیر منفی داشت. من یک مکتوب سرگشاده به اکادمیک بزرگوار محمد جان شکوری بخارایی در این باره نوشتم که اونجا حضور داشتم. اما من از چی خودم رو تسکین میدانم و امروز با آگاهانه افتخارات میکنم که در زمانش بزرگان مثل شریف جان حسین زاده، خالق میرزا زاده، رسول هادی زاده، اعلی خان افزلزاد، عبدالمنان نصرالدین و دیگران سزاوار این عنوانهای علمی در تاجیکستان نبودن، نگشتن. ولی ضمناً همین نماینده انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های فدراسیون روسیه کوزنیتسوف، واسیلی الکساندر کوزنیتسوف، در وقتی هم سپاریدن همین نامه رو خبر دادن در دوشنبه به من گفت که من نفر دوم هستم از تاجیکستان که سزاوار همین عنوان افتخاری دکتری و شما می‌دونید نفر اول کی است؟ جناب والی پرزیدنت محترم تاجیکستان امام علی هست. اکنون سببش چیست؟ سببش چرا اینطور شده است شرح دادن ممکن است، لیکن من همون یک گفته دوستی از بزرگوارمون زنده داد لایق را به خاطر می‌دارم. بگمان من به مورد است که گفته بود که تو نپرس و من نگویم جان بابا. من رسالتم را دلیر جان به صفت یک نفری که همین رو انتخاب کرده خدمت کردن برای جامعه، برای ملت، برای علم و
ادبیات آن میدونم. تا چه اندازه هر چقدری که توانم بود این کار رو کردم تا امروز و بعد از این هم خواهم کرد بدون منتظر پاداش. سلامت باش استاد. و ما از نام خودمون و تیم کتابخون و اون نفرانی که شما رو میشناسن میدونم و ما درباره شما از آنها زیاد پرسیدیم، زیاد سوال کردیم. برای همه اون کارهایی که شما انجام دادید سپاس میگیم، تشکر میگیم و افتخار میکنیم استاد که در این عصری که زندگی میکنیم و در این کشوری که ما رو به سر میبریم هنوز هم شخصیت‌های مثل شما هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن و صافیانه و صادقانه به ملتشان خدمت میکنن. استاد بگذاریم یک قسمتی از دیگر سوال‌ها آماده کردن که میخوام به شما پیشنهاد کنم و جواب اون رو بگیریم، چون این سوال‌ها شاید تنها ذهن ما رو مشغول نمیکند و ذهن یک گروه از جوانان آگاه و بیدار هم شاید مشغول کند. استاد میبینیم همین جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران که یک خیلی دوام کرد و هنوز هم داره دوام میکند، یک واقعیت برای ما آشکار کرد. ما یک واقعیت دیدیم که بسیار از اون راهبران یا سیاستمداران یا اون نظامیان رده اول ایران وقتی که یا کشته میشدن یا در مبارزه بودن و ترجمه حال آنها پیشنهاد میشد، آنها بیشترشون نامزد علم فلسفه هستند، ادبیات خوب میدونن، سیاست خوب میدونن. مخصوصا در بخش ادبیات و فلسفه قریب همه اینا کار کردن. کارشناسان دنیا به این نتیجه رسیدن که یکی از سبب‌هایی که اینها دیپلمات خوب دارن، اندیشه قوی دارن و این دنیا را و بازی میگیرن بعضا وقت شاید همین فن ها باشد. نظر شما همچین یک ادبیات شناس در همین موضوع چی است؟ تشکر. قبل از آن که من سوال جواب دهم میخوام سپاسگزار از شما باشم، از شنوندگان و بینندگان شما، از دستاندرکاران برنامه کتابخوان و خیلی منت دارم. ممنونم. سلامت باشید. واقعا همطوری که شما گفتید جنگ امریکا و اسرائیل با ایران جنگ ناعادلانه است. البته بسیار چیزها را نشان داد، برای ما معلوم کرد، برای ما آشکار کرد، برای درک ما زمینه شد و معلوم شد پیش از همه که گپ در آن نیست که این یا اون کشور مثل امریکا و اسرائیل یک قدرت نظامی پیشرفته، اقتصاد پیشرفته، صاحب یراق یدرایی هستند. گپ در چیز بلکه در عامل‌های بوده است که به معنویت از جمله به ادبیات، فلسفه، تاریخ و تمدن، تفکر یگانه ایرانی ارتباط میگیرد. اون مهم نیست که این کشور چه قدرت اقتصادی دارد، چه قدرت نظامی دارد، چه دوست و دشمن و دیگرها دارد، برای مخصوصا دوستانی در ناخونکشان هستند، بلکه در این بوده است که تمدنی صاحبی یا دارای تمدنی ایرانی بودن، دارای منسوب به همین تمدن بودن، مهمترین عامل، مهمترین چیز اصلی در این وقت واقعا همین برای ما بسیار است. ثانیاً آشکار گردید که اقتدار نظامی سیاسی فعلی ایران مربوط به شخصیت‌های علاهیده، رهبرهای علاهیده، مسئولین علاهیده نیست. نظامش کار می‌کند، شخصیت علاهیده نیست، رهبری جداگانه نیست. دیدید رهبرها را از بین بردن ولی نظام مثل همینه بدون هیچ خلل و زلل ادامه فعالیتش ادامه میده. این چیزی بسیار مهم. یک چیزی دیگر هم آشکار شد وقتی که طرف امریکا و اسرائیل تحریک دادن کردها را، آذریها را، بلوچها را و غیره ها، کردها، آذریها، بلوچها چه گفتن؟ نه، ما این کار نمی کنیم، ما جزء ایران هستیم، جزء تمدن ایرانی هستیم و ما مقابل تمدن خود، مقابل ملت خود، مقابل کشور خود هرگز یراق به دست نخواهیم. هیچ تصور نمی‌کردن. پول دادن، پول زیاده میدادن، خصوصا که بعضی تنش‌ها در بین ایران
مقامات ایران و سیاست های ایران و با کردهای و آذری های و با بلوچ های اینها بود. ببینید این بزرگترین سبقی که ما از این حادثه هایی که در ایران میگذرد برداشتیم و باید برداشته باشیم. اکنون میایم اون کوشش میکنم که به سوال شما جواب بدم. چرا همون ادبیات فارسی تاجیکی که ما میراث خود را میدونیم مثل ایران، این میدونم در دانشگاه ما تحول با وجود نمیاد. چرا؟ کاملا طبیعی است وارد نساختنی تحول. میدونید برای چی؟ برای آنکه ما درست‌تر اگر اندیشه کنیم، اگرچه برای ما بسیار سخت است همچنین یک تاجیک اعتراف کنیم که ما از اون ادبیات به طوری که باید و شاید یا که به طوری که لازم بود برخوردار نیستیم، استفاده نکردیم. ما رو از اون سرچشمه بزرگ تمدن ایرانی در مدت 70 سال و بیش از آن جدا کردن و آیا امروز هم ما توانستیم که با اون تمدن ایرانی خود را نسبت دهیم؟ خب ولی در زبان میگوییم، ولی عملا ما از اون ادبیات، از اون تاریخ، از اون زبان، از اون فلسفه چندان برخوردار نیستیم. درست‌ترش اگر گوییم به طرز دیگر در اون زمینه پرورش نیافتیم. بله. نه در مکتب، نه در زندگی و نه چیزهای دیگری هست. استاد ما همون فردوسی رو میخونیم، رودکی رو میخونیم، مثلا حتی مولانا رو میخونیم 10 سال اخیر. این یک ادبیات 1000 ساله ما است. خب اگر در بخش علم و در بخش فناوری و در بخش جامعه داری تا اندازه اگر این ادبیات کار نکرد، چون شما زمینه‌اش گفتید، چرا در بخش تربیه هم کار کرده نمیتوند؟ برای ما امشب روز میبینیم چقدر بد اخلاقی و بی تربیتی و قبل زیادتر میشود. استاد چرا این ادبیات تاثیرپذیر نیستیم از این ادبیات 1000 ساله؟ استاد علتش چی است؟ باز هم برمیگردیم به اون که ما اون ادبیات را درست نخوندیم، از اون استفاده نکردیم. من گفتم، اشاره کردم، باز تاکید میکنم، در زمینه اون پرورش نیافتیم. این ما از اونجا منشأ میگیره. ما در زبان میگوییم که ما وارثی اون ادبیات هستیم، اما عملا ما از اون ادبیات به درجه که لازم است، طوری که بایستی ما بیخبریم. هنوزم بیخبریم و این تاثیر میکنه، بیوسته تاثیر میکنه به اخلاق ما، به رفتار ما، به دانش ما، به هم. در بین ما برعکس میباشید وقتهای آخر باید زیاد شده است. شعرزدگی ها که ما رو گناهگار میکنن، شعرزده هستید یا ادبیات قماربان خیلی زیاد شده. استاد خودتان به تحقیق ادبیات مشغولید و در دانشگاه هم درس میدهید. یک ایده دیگر به این نظر هستند که همین ادبیات درست آموزانده نمیشود در مکاتب ما، در دبیرستان ما، در دانشگاه ما. نظرتون به همین تدریس همین فن چگونه است؟ آیا اون به طور ضروری در مکتب ما، در دانشگاه ما درس داده میشه که شما نظر دیگر دارید؟ تشکر. آنهایی که گفتن که واقعا هم گمان دارن یا که ادبیات ما به طور درست تعلیم داده نمیشد، راست حق است. ما بدون شک در کشور ما در سالهای پیشتر، 50 سال پیشتر، 30 سال، 40 سال پیشتر و امروز هم من گمان میکنم که معلمان و آموزگاران راستین داریم. معلمانی که آموزگارانی که ادبیات را درست درک میکنن، درس میدهند هست. در گذشته ما داشتیم پروفسورها شریف جان حسین زاده، خالق میرزا زاده، ناصر جان معصومی، ایشان جان و شریف زاده اسفرگی، استاد ادبیات آموزشگاه آوازدار پنجیکت که استاد فیضل انصاری و بابا حاجی و عبید رجب و مستان شیرعلی و قطب کرام و کوهزاد و لایق و ساروان و دیگران بودن. ولی اما این
معلمان و استادان متاسفانه در روزگار ما یگان است. یگان است. بسیار با ندرت، بسیار کم. بنابراین پیشنهاد من، خلاصه من اون است که ما باید طرز تعلیم ادبیات ما رو دیگر کنیم، برنامه های ما رو دیگر کنیم و کلی کتاب های درسی همان رو دیگر کنیم و کوشش کنیم که استادان لایق و مناسب، آموزگاران مناسب را، مناسب زبان و ادبیات تاجیکی را تربیت کنیم. این دانشگاه دنیا را مثل ایران و مثل امریکا و مثل انگلستان و مثل آلمان، اصلا همون دانشگاه ها پیش از اون که استاد دانش تولید کنن اندیشه تولید میکنن. چرا امروز دانشگاه های ما قدرت تولید اندیشه را ندارن یا دانشجوی ما اندیشه ندارد؟ بازم علتش در همین فن ها است که سبب علت های دیگر هم دارد استاد که ما دانشگاه هامون اندیشه تولید نمیکنن و دانشجومون اندیشه ندارن. سببش استاد شما در چی میبینید؟ در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، آنهایی که واقعا امروز کشورهای پیشرفته دنیا به حساب می روند، علم و تعلیم در یک جاست، در دانشگاه. مثل ما اکادمی علم ندارم. نه، علم و تعلیم در دانشگاه و در دانشگاه شما یک استاد تصادفی، یک شاگرد تصادفی نمیبینید. من دانشگاه های مثل اوکسفورد، دانشگاه کمبریج، سوربن، حتی در دانشگاهی که به ما نزدیکتر دانشگاه لامانوسوف مسکو و یک دانشگاه تکنیکی که در سنت پترزبورگ هست، اینها در اینجا بهترین استادان درس میدن و بهترین شاگردان تعلیم میگیرن. ما متاسفانه این گونه دانشگاه ها نداریم که این دانشگاه مرکز دانش، مرکز اندیشه باشد. ما متاسفانه نداریم. بنابراین برای آن که ما این گونه مرکزها را داشته باشیم، خیلی نظر بسیار جدی به تکمیل و دگرگون کردن نظام دانشگاه های موجوده خودم هستیم. وگرنه هیچ وقت منتظرم نخواهیم شد و میسرم نخواهیم شد که این ما کسای پرورش میکنیم که اونها صاحب اندیشه باشه، یکی اندیشه تولید کنن یا اندیشه تولید، چون هم اندیشه تولید نشد جامعه رشد نمیکنه. این جامعه خب میگم خیلی مشکلات داریم. ما مصرف کننده هستیم. هر چیزی که دانشگاه های دیگر و کشورهای دیگر استحصال کردن در ژاپن و در امریکا و در آلمان و دیگر، ما اونا رو مصرف میکنیم. همون ماشین، همون تکنیک و همون تجهیزات دیگری که هستیم. ما شرکت نداریم، استحصال نمیکنیم چون صاحب اندیشه نیستیم. مکتب‌های نقد ادبی دنیا جریان رشد ادبیات رو میگن در دنیا دیگر کردن. وقتی که اینا با وجود آمدن همین نظریه ها، بگیم همین فکرها مثل ساختارگرایی، مثل روایت شناسی، متن پنهان، مرگ مؤلف، توانستن جریان ادبیات رو در کشورهای غربی تغییر بدن و اندیشه مردم رو به طوری به سوی مثبت یعنی تحریک بدن. چرا در ما این نقدها صورت نمیگیرن و آیا صورت گرفتن که چون ما خبر نداریم و چرا این تحولات به وجود نمیارن؟ در مکتب ما، در دانش ما، در ادبیات ما، در فکر ما همین نقد میشه استاد ادبیات و این نقد وارد جامعه بشه، تحولات به وجود بیاد. یکی زمینه‌های مختلف دارد، فقط از یک نقد وابستگی ندارد استاد. تشکر. اگر میخوایم که در مورد روش‌های نوی نقد ادبی، همونطوری که شما نام گرفتیم، ساختارگرایی و روایت شناسی و بررسی تحت المقام و کانتکست و تکست مؤلف، متن مؤلف، اینها روش جامعه رو نمیشود گفت که تغییر دادن، روش تحقیق ادبیات رو دیگر کردن. بله، تحقیق. البته وقتی که روش تحقیق ادبیات رو دیگر کردن، خواه یک تأثیری به جامعه هم میرساند، لیکن مستقیم اینها نیستن. بیان چرا؟ چون که ادبیات بدیعی هنر هم
قانونهای رشد و انکشافی خاص خود رو دارد. قانونهای انکشافی درونی داخلی خود رو دارد. اونها رو در کشف اونها استفاده از روش‌های نوی نقد ادبی مساعدت کردن. یک وقت در زمان شوروی، در دوران‌های زمان شوروی، یک شاعری واقعا نامدار و برجسته لیتوانی بود، ادواردس میژلایتیس، و مقاله ها و کتاب های داره، کتاب جالبی است. از جمله در ادبیات درباره نمایندگان ادبیات فارسی تاجیکی ما، رودکی و فردوسی و خیام و حافظ صحبت کرده، نوشته بود که عجیب، ما گمان میکردیم میگه قانون های ادبیات در این زمان ما، در عصر ما کشف شدن. نه، معلوم میشه که در اون زمان رودکی و حافظ و اینها هم همین گونه قانون ها وجود داشته. ما از اونها استفاده میکنیم در شرق و در غرب. چرا این گونه تحقیقات هایی که در زمینه روش های نوی نقد ادبی و ادبیات شناسی در دنیا به وجود آمدن و اونها کارهایی میکردن، در ما متاسفانه اون شهرت رو ندارن. چرا باز هم میگم که هستن، این کار نمیکنیم. در ما هم دانشمندان، منقدانی هستن که از روش های نو استفاده میکنن ولی مقدارشون کم است. من میتونم از اونها نام گیرم، از اثرهایشون که در اونجا استفاده شدن، اما معمول نگردیده، جاری نشده، وارد نشده. ما بسیار بنام دانشمندان ما تاجیکی آماده به درک چنین روش‌ها نیستند. مثل همونا، همین مثل کهنه حیات و ایجادیات، این اثر چند قهرمان دارد، مثبت از منفی است، چند هزار مصرع دارد و باید دارد و قناعت میکنیم. شما مؤلف کتاب درسی ادبیات صنف 8 هستید و بسیار از اونایی که شما رو میشناسن و محققان مثل ادبیات میگن که یکی از بهترین کتاب‌های درسی است. تشکر. سوال من اینجاست که امروز همین درس‌های ادبیات که در مکتبیان میگذرد تا کجا با واقعیت امروزه زندگی ما مطابق است، یا اینکه این ادبیات یک چیزی دیگر است برای همون دوره خودش، مثل رودکی رو در همون دوره خودش خوانیم، همون دوره ایستادی و نظامی رو یا هلالی رو، و این دوره یک دوره دیگر است که همون زندگی میکنیم. چگونه همین استاد مطابقت میکنه امروز با زندگی که امروز داره؟ من یک مثال میبرم. 2 سال پیشتر، سال 2024 به من سپارش دادن از صدارت اتفاق نویسنده ها که درباره بازتاب زمان استقلال در ادبیات برد و باختش یک گزارش کنم. یک گزارش مفصلی من آماده کردم، چاپم شد، خوانده شد و در ربط آمادگی و تألیف همین گزارش من بار دیگر باور به این چیز شدم که متاسفانه ادبیات امروزه ما به درجه‌ای که باید باشد بیان کننده یا بازتاب دهنده واقعیت ریالی روزگار ما نیست. خیلی بد است، خیلی بد است. اما این معنی ندارد که اثرهای نیک نبودن هستند در شعر. اما ما وقتی که درباره کلی ادبیات، روند عمومی ادبیات معاصر صحبت میکنیم، قانع کننده نیست و این سبب‌های بسیاری دارد. وابسته به این اندیشش ما 5 ساله که با این برنامه کتابخوان مشغول هستیم، یا اینکه پیگیری میکنیم و بسیار با جوانان صحبت میکنیم و آثار کلاسیکی رو زیاد میخونیم. منظورم شعر است، سعدی و حافظ و بیدیل و فردوسی. اونجا وقتی که میبینیم یک نوع واسه اینکه یک جامعه دینی حاکم است، یعنی یک به قول دموکرات یعنی آزادی نیست، ولی یک پیام ها، یک اندیشه ها و یک فکرها از طریق اون شعر گفته می شود که ما نظرش در این عصری که امروز یک جامعه دموکراتی زندگی میکنیم نداریم. تلویزیون تماشا میکنیم، رادیو گوش میکنیم، گازت میخونیم و با جامعه هم میبینیم این شعار و شعرها. طرز به نظر میرسد که همین ادبیات ما دیگر همش یک ادبیاتی مداحی است، یعنی خوشامدگویی است.
شما هم چنین به نظر میرسه که استاد ما غلط فکر میکنیم این موضوع رو که اونقدر برداشت نادرست داریم. کاملا درست است. سوالی به مورد است و درست مطرح کردید. این هم همون دوام ادامه همون سوال قبلی بود. واقعا آدم رو به فکر کردن و به ملاحظه کردن و به اندیشن وادار میکند این چیز، همین حاله. بله، سبب های عینی و ذهنی زیادی دارن که در گذشته با وجود آن همه ناسازگاری های زمانه، سیاست های زمانه، ما کسانی داشتیم که اندیشه خود، فکر خود را گفته بودن درباره زندگی. همشون، هم بزرگان هم منظورمون در نظر است. در امنا کلاسیکو در نظر است. رودکی و ناصر خسرو و حافظ و سیدا و احمدی دانیش و تا این وقتا مگر زمانی همون همه چی گل و بلبل نبود که اونا زیر فشار بودن، تهدید بودن، از اینجا میگریختن و صدای گفتن، همون پیام رسوندن. بله. ولی در زمان ما متاسفانه شما یک اشاره هم کردید، به نظرم گفتید که خودسانسوری وجود دارد در ما. بله داره. و از گفتن حق می‌هراسن، می‌ترسن، دوری میگیرن، میگریزن، نادیدن میگیرن، صرف نظر میکنن. خب البته همونطوری که شما اشاره کردید و منم قبل از این گفتم، در ادبیات امروزه ما شعری خوب، نثری خوب، نقدی خوب هم هست که در اونجا واقعیت های امروزه ما خیلی مرکب است. زمان امروزه ما بازتاب یافتن، این کار کردن. ولی وقتی که در مجموع نگاه میکنیم متاسفانه همونطوری که شما گفتید همه زنده باد آفرین به فلان همین عبارت شده است. از نگاه شما همین ادبیات کلمه باید دارد؟ مثلا ما از یک کس باید تقاضا کنیم که باید همین کار را بکنی، باید اینو بنویسی، باید این خیلی کنی، یا که ایجاد ادبیات یک چیزی کاملا آزاد است؟ فکر شما چه؟ یعنی ادبیات همین باید قبول دارد؟ مثلا من باید همین خیلی بنویسم، مثلا یک کس برای من تعیین کند اگر من یک ایجادکار باشم، شاعر باشم، نویسنده باشم، باید اثر ما همین طرح بنویسم، یا که این چه خیلی است این موضوع؟ در مورد ادبیات یک تا باید هست. من به نظری من باید ادبیات بازتاب انعکاس کننده واقعیت های زمان خود باشه، تفکری باشه. دیگر باید ها لازم نیست. عجیب است خود در زمان شوروی ما میدونیم که الاولید بود، باید بود، حزب بس میکردید، بزرگای داهیه های بزرگ بس میکردید، کارگر و دهقان بس میکردید، دست تراکتور رو بس میکردید. بله اینها رو ستالین گوی رانم زمین را، زمین حاصل دهد بینم چون بینم این را لاهوته گفته بودن. لیکن همونطور که گفتم قانون ادبیات اصل، ادبیات واقعی یک تا باید داره، باید انعکاس کننده زمان خود باشد، تفکرش واقعیتش باشد. دیگر باید ها در پیش ادبیات نیست، اینا همه فراموش میشه. یک سوال دیگه درباره متن دارم. پیش از این سوال درباره متن دادن، از این نگاه شما در کتابخوان چگونه شخص است؟ فکر شما کتاب مثلا این بحث زیاد میشود، چرا ما در صفحه یک روز میشود که از یک کمبودی اقتصادی میگیم، یک از ببرقی میگیم، یک میشود از یک حادثه میگیم، چون با همین زمان زندگی میکنیم اینا رو در اون صفحه ما انعکاس میکنیم. میگن این کار کتابخوان است، کتابخوان باید این کارو نکنه، کتابخوان اونا باید نگرد، کتابخوان باید این نباشه. یعنی کتابخوان کارش فقط یک سرش خمه کتاب بخونه، بچه با آدم شده روی گوشه بشینه، واقعیت زمانش ببینه آدم کتاب میخونه. کی است استودیو که 10,000 کتاب خوند، 100,000 کتاب خوند، 5,000 کتاب خوند؟ از نگاه استاد عبدالنبی ستارزاده همین کتابخوان کی باشد و کی است؟ بله تشکر. به همین تازگی همه 3-4 روز پیش از این در سامانه‌های اینترنتی یک خبر پخش از تاجیکستان. یک شرکت بود برای یک پرورشخانه کودکان اطفال کتاب‌های زیادی خریداری کرده برده و کتابخانه داده و بعد از گذشتن چندین وقت رفت است به یک مناسبت پرسان شده است. هیچ یکش اون کتاب ها رو نخونده و درست نام نمیگیرن از اون کتابی که خونده.
و اعتراف کرده است که فقط شاید در تاثیر تلقین های امروزه که شاهنامه خوانید، یک یا دو نفر از چندین صد نفر تربیه گرندان اونجا 15 بیت اول شاهنامه رو از خود کردن. این بسیار مثال تصادفی نیست. اینجا خیلی ما رو وادار میکنید که فکر کنیم که کتابخوان چگونه چگونه مردم را کتابخوان بودیم. کتابخوان با معرکت نمیشه. کتابخانه را در مکتب یاد دادن. وقتی که درس ادبیات میگذارید، درس زبان میگذارید، اونجا باید کتابخانه را یاد دید که طلبه‌ها شوق پیدا کنند و مجبور شوند یا وادار شوند، لازم دانند که روند و گلستان و بستان سعدی را خوانند، یا اینکه خمسه نظامی را خوانند، یا غزلیات حافظ را خوانند. شوق اونا را پرورش کردن. اگر شوق را ما پرورش نتوانیم، ما نمیتوانیم کسی کتابخوان را بوایه رسانیم. من یک چیز میگم، همین تکیه به مرد کردن در ما کم است. تکیه به ما چی سود یک برگم؟ به متن. تکیه به متن. در آموزش ادبیات و زبان بدون متن ناممکن است آموزشش. من چند سال پیشتر در کابل، در دانشگاه کابل درس میدادم، در زمان شوروی، سالهای 80. اونجا در برنامه تعلیمی دانشگاه کابل دو مضمون میگن اونا درس، متون نظم و متون نثر بود. حتمی نمونه های نثر رو علاهیده می‌آموختن. و جای اون که من فلان کس در فلان سال تولد شده است و فلان اثر نوشته است و قهرماناش اینا هستند و فلان، اونها بیوسته متن تاریخ بیهقی رو میخواندن، گلستان رو میخواندن، دیوان حافظ رو میخواندن، دیوان مولوی رو میخواندن. این تجربه رو در مدرسه های بخارا و سمرقند هم میکردن. این تجربه در دانشگاه های شرقشناسی روسیه هم بود. مثلا در دانشگاه مسکو، در دانشگاه سن پترزبورگ، در بخش شرقشناسی از روی متن درس میدادن. متن رو میخواندن، از لحاظ محتواش صحبت میکردن، ویژگی های زبانیش رو شرح میدادن که اینجا چرا آمد است در این متن که، و با همین کتابخانه رو یاد میدادن. این مفتاح فهمیش ادبیات بود، کلید. در دست دانشجو کلید باید داد. این ظرف پر از تیار چرا نباید داد، کلید رو باید داد، مفتاح که وی خودش باز کند، آموزد و ادبیات خواندن رو مثلا یاد گیرد. من وقتی که از کابل برگشتم کوشش کردم که مدیر بخش ادبیات بودم، در همین فکولته زبان و ادبیات اوستا شناسی رو جاری کردیم، قرآن پژوهشی را خواندم، حافظ خوانی رو، رودک خوانی، مولوی خوانی رو من جاری کردم. استاد امروز چرا این سوال دادن؟ ما وقتی که یک نگاه میکنیم به جامعه های غربی، اونا روی متن زیادتر کار میکنن، میگن متن چیزی مهم است. اگر این متن درست فهمیده نشود، متن درست درک کرده نشود، هیچ پیشرفتی، هیچ کتابخوانی، هیچ اندیشه درست نمیشود. وقتی که نفران نمیتونن متن درست بفهمن. ما در همین برنامه کتابخوانی یک نفر داشتیم میگفت که 10,000 کتاب خوندم استاد، ولی چون جمله میگفت یا صحبت میکرد هیچ بناش تناقض داشت استاد. یعنی از اون متن درست نفهمیدن شروع میشود. یک آدم از 5 کتاب میخوند، اونقدر تحلیل دارد، زیبا حرف میزند، صحبت از 5,000 کتاب میخوند، 6,000 کتاب میخوند، نمیتواند اندیشش درست بیان کند. بله. این آدم ناشناختن متن است استاد. همون کسایی که گفتن که اساس آموختن ادبیات و زبان و درست وابستگی دارد به متن، خواندن متن و درک درست متن. آنهایی که سراسیمه و نفهمیده و کتاب ورق میزدن و کتابخوانی نیست، از وی چیزی یادم نمیگه. برای درک و برداشت ذوق ضرورت، ذوق و عقل در کار است.
اگر شما ذوق ندارید، اگر شما عقل ندارید، این خواندن‌های تیزخوانی‌های دیگر را که در میترا میخونن یا در جای دیگر میرن سری راه میخونن سری دستی و خواندن کتاب نیست، از اون هیچ فایده نیست. من چی است باید گویم که در کشورهای دنیا تکه به متن داره، در اروپا هم در شرق هم، در ایران، در هندوستان، در اینجا تکه به شرق بچی میکنن، به متن میکنن، متن میآموزن. ما باید رو به متن ناریم، متنهای اساسی و اصلی رو آموزیم. اون وقت ما میتوانیم یک چیزی اون چیزی که به ما ضرور است استفاده کنیم. چیزی که از موضوعهای جدی دیگری که این شب روز ما را نگران میکند و شما به فکر این موضوع را خیلی توجه میکنید، این یک نوع تهدید به زبان ما است، یک نوع گویش ها، صحبت ها، رفتارهایی که ما امروز در کوچه ها آویزه های را میبینیم، صحبت های را میبینیم از مردم و حتی خودمون هم تا جایی رعایت نمیکنیم زبان مادری خود، زبان ادبی خود و این یک تهدید احساس میشود. شما خود این تهدید به زبان تاجیکی یا زبان همون فارسی در منطقه ما در تاجیکستان احساس میکنید و چه دهشت‌هایی را میتواند آینده به بار بیارد این روشی که امروز رفته ایستاده است؟ میخوام یک کمی مفصل در این موضوع شرح بدید. تشکر. واقعا خیلی خوب است که شما همین گونه موجود بودن، همین گونه تهدید رو احساس کرد. متاسفانه بسیاری ها در دانشگاه ها، در بین اهل و ادب این چیزا تهدید حساب نمیکنن یا احساس نکردن، حالا که این تهدید بسیار تهدیدی جدی است، تهدید به زبان ما هست. اگر همین روند انکشاف یابد و وسعت گیرد و گسترش یابد، ما به یک چوبچه مانند میشن که یک وقت من زمان از فرنگ بودنم سفری داشتم به سن پترزبورگ، به دانشگاه سن پترزبورگ و در مهمانخانه‌اش همراه یک نفری بودم، گفتن یک نفر با شما هست، الکساندروف. بعد آمد این الکساندروف یک نفر از تبعهای چوکچی اونجا، چوکاتکای اونجا، الیاسکای اونجا، نه قسمت SSR اون نامش روسی، گزنیش روسی، تعلیم زبانش نمیدونن هیچی رو. ما همه خیلی میشونیم. روسا خودشان میگن که ایوان نیپوم شیسویوراتstva و همین قریب بود که تفصیل شد. اگر 10-15 سال دیگر در نظام شوروی می بودیم متاسفانه همه خیلی میشدیم. امروز ادامه همون چیز ما میبینیم. من در کوچه، در بازار، در خیابان، حتی در دانشگاه میبینم که مردم های ما، تاجیک های ما با زبانی صحبت میکنن که به اصطلاح که یکی از دوستانمون در سامانه های اینترنتی که با زبان خیلی مشغول است میگه یوزبکی، امید جیهانی، یوزبکی، نه ازبکی است، نه روسی است، نه تاجیکی است. من به شما در صحبت فیزیکی گفتم که از محله من زندگی میکنم یک تاکسی، یک مشروط که همون خطی سیری علایه میگه در پیشتاقش نوشته بود لوبای جو. من هم خیلی لوبای جو شدیم. من بعض چیزها رو مثلا زفترک عبید اوشن کردن میده و قبل تاجیکا علاکه در زبان ما فریاد که شی یا سرشینی فریز اسپید کردن یا نکردن زبانیت کن استنوبکه به استنوبیت کن شد رد شد کنین دکلت کردن و غیره و ها. این چی میگیم؟ غلط های مشهوری رو بگیم. غیر از اون که زبانمون از بی سوادی، از بی معرفتی، از تعلیم درست نگرفتن در مکتب بیانا در دانشگاه به این احوال رسیده است. با غلط های مشهور هستن که شاعر نویسنده هامون تکرار میکنن، سیاست مدارامون تکرار میکنن، عالم شونده هامون تکرار میکنن. مثلا همون برآمد کردم بردباری میخوام به جای موفقیت یا که به چی
صبر و جای صبر بردباری میخوام. مثلا هنوز پیش از انقلاب گفته بود که هنوز در اونجا به مورد است، اونجا اینترنت نیست، آیید فلانی، آیید این درآمد است، درآمد فلان نمیگه. وقتی که استفاده میکنید آیید بگویید، نسبت بگویید. همون پیشنهاد من کردنی هستم. راستی گپ یگان کارگرتان باشد، هیچ من یک وقت نفتم که خودم یک روز مخصوص دفتر یا که ثبت کنم و بینم بسیار تهدیدی کلان است. خیلی چرا همین تهدید استاد جدی نمیگیریم در صورتی که ما در کوچه مرکزی و در اطراف اون نوشتیم که زبان هستی ملت است. وقتی که زبان هستی ملت است استاد، چرا این ما مثلا جدی نمیگیریم که اگر به این زبان تهدید بشود، این زبان از بین برود، چی میشه داخل این ملت؟ وقتی هستی این ملت باشد اگر زبان، چرا این تهدید جدی نمیگیریم؟ نه ما، نه دانشمندان ما، نه جامعه ما، نه اون سیاستمداران ما، و یک کارای گویا صورت میگیره ولی در مجموع عملا چیزی نیست. یعنی روز به روز ما تهدید واقعی تر میشود استاد. ببینید صاحب چیه؟ ما در سطح چی میگوییم که زبان هستی ملت است. واقعا درست هم است، هستی ملت است. پرزیدنت من هر وقت که میگوین کاملا درست میگن، اما این باید ما عملی کنیم. این را باید ما عملی کنیم، وگرنه زبانمون نیست شد، ملت ما هم نیست میشه. یکی از دانشمندای ایرانی گفته که برای آنکه این یا اون خلق را، قوم را از بین ببرید، شرط نیست که بمب اتمی پرتایید، شرط نیست که اونا رو ویران کنید، چیکار کنید، زبانشان از پیش اونها برید. این خطر بسیار جدی است. واقعا استاد این تهدیدها را خودمان به سر زبان ما میاریم که شاید شما فکر میکنید مخصوص عملی میشود، در این شهر بسیار احساس سخت میشود. شما چی نظر دارید استاد؟ یعنی خودمون نخواسته به اون سمت میریم یا کسی بالای ما تحمیل کرده استاد که به اون سمت برویم استاد؟ نظر من این است که بیشتر به خودمون وابستگی دارد. خودمون بی‌فهمی میکنیم، درک نمیکنیم که عاقبت‌هاش به کجا میرسه. بی معرفت است. اما لیکن اون عامل دومی که شما هم بی اساس جا داره. ولی بعضی کشورهای هستند که در همسایگی یا در دور و نزدیک نمیخوام که تاجیک صاحب زبانش، صاحب دولتش، صاحب ادبیات و فرهنگ این چیزا باشه. این هم یک سوالی است، چی باید راه خلاصی چی؟ راه خلاصی است. من بعضی چیزا رو چی کردم، همه خیلی اندیشه های گفتم. حالا باور دارم که این اندیشه های که پورا فراگیر نیست. مثلا چیکار باید کنیم؟ نظام تعلیم زبان و ادبیات رو در مکتب و در دانشگاه ها تکمیل دیم. تکمیل سوسا سبون کرده گفتیم دیگر باید. دویم کتاب های درسی رو، برنامه های درسی رو دیگر باید. سیوم یک پرستش را باید جاری کرد. در زندگی 3 پرستش باید باشد: پرستش مادر، پرستش وطن، پرستش زبان. 3 کلت گفتگی بود، 3 کلت. همین دیمیتری سرگیویچ لیخاچوف گفتگی بود، بزرگترین دانشمند معاصر روس و فرهنگ شناس و متفکرم هست. همین آدم گفته بود ما باید همین چیز رو جاری کنیم. پرستش زبان یعنی چی؟ من دارم ما به زبان لهجوی نگوییم، به زبان شکسته، به زبان ساخته، به زبان صنعی روزبکی گپ نزنیم. پرستش هر جا که دیدیم که اگر کسی ویران گه باید ما در برابرش خاموش نیستیم، ایراد داریم. دیگر همین زبانی آویزه ها، شعاره ها اینقدر بد است و اینقدر کامل نیست، ناقص است و به زبانهای غیر و به زبانهای دیگر است یا در قالب اونها ساخته شده است. اینها رو باید دیگر کنیم. اینه که میدان مثل این که بی‌نظارت است. هر چیزی که خود کردن میگیرن. و ما قانون زبان داریم،
اما آیا اجرای ما همه اجرا میکنن؟ نه، 100% اجرا نمیکنن. البته میروند تفتیش میکنن، هیئت‌های میروند مخصوص برای تفتیش کردن و اما اون کارگزاری را میبینند یا یکون دو صحبت میکنند با همین کارشان رو تمام میکنند. این ناممکن است. دیگر قاعده املای ما را باید کاملا دیگر. قاعده املای امروزه پر از غلط است، پر از اشتباهات است. میفهمید؟ در وقتی در جریان بررسی چند سال پیش از این قاعده املا در انستیتوت زبان و در اکادمی هم چیزا ما گفته بودیم از جمله، لیکن کسایی هستند در جایی که مسئله با حل مسئله به آنها وابستگی است خودشان را زبان دانستان میکنن اما زبان دان نیستن، زبان نمیدونن. معیار برای املا یک معیار اصلی است، زبان ادبی فارسی تاجیکی. رودکی، نظامی، حافظ، کمال، سعدی، احمد دانش، استاد عینی، اولازاده، لایق، قناعت، بازار، گلرستار و اینها هستن. اینها رو باید گیریم. برای ثبت سیاحانتون بگم وقتی که همین قاعده های املا از نارسایی هایش مخصوصا فرهنگ املا بعد از آن که چاپ شده گفتیم در یک مجلس رسمی در یک مؤسسه علمی یک نفر پیدا شد گفت که این چیزهایی که شما میگویید یا درباره او میره تلفظ است. گفت مادری من آچه من تلفظ کرده نمیتونم. ما خوب خندیدم و باید گریشیم هم که باید گریشه که آچه توی تلفظ کردنش نکردنش معیار نمیشود و نخواهد بود. استاد پیش از آن که صحبت خلاصه کنیم یک سوال دیگر از ذهنمان بسیار درباره زبان و تهدیدهای آنها گپ زدیم. همین خط هم نقش دارد استاد برای حفظ زبان و ارزش‌ها و هویت و خاطره تاریخی ما؟ گفتگو من پیش از آن که به همین چیز جواب گویم گفتم مختصر که واقعا تاثیر داره. سالهای 30 در ایران چند دانشمند یک جا می نشینند، دانشمندهای طراز اول، و میگویند که ترکیه الفباش رو دیگر کرده، ما هم برای همونو در پیروی اونها یا ضرورتی هست که همین رو چی کنیم؟ ایواز کنیم. حتی رسی کرده گفتن پیش از اون که همین کار کنیم به الفبای لاتین برگردیم باید اون میراث چند هزار ساله خود ما رو که به رسم الخط زبان فارسی است اونا رو برگردان کنیم. بس فکر کردن که این کار ناممکن است. بعد از اون به خلاصه آمدن که نه نباید ما رسم الخط ما رو دیگر کنیم. میدونی برای چی؟ الفبا رسم الخط با زبان پیوند است. یکش دیگرش را تکمیل میدین، یکی دیگری پیوستگی دارد. بسیار چیزایی که ما داریم در زبان فارسی همون در الفبای فارسی در ادبیاتمون در شعرمون در نثرمون رعایت شده است. وقتی که ما امروز اونها رو برگردان میکنیم غلط خانه ها و غلط فهمی های ما از اونجا سر میزنه. استاد لایق بزرگوار که در زبان مثل او از ادیبان معاصر تاجیک من با تمام جدیت و همین جوابگری مسئولیتی که دارم میگویم که مثل او در زبان تحقیق نداشت. تا امروز من هستن کسایی که زبان خوب میدونن کوشش میکنن که تحقیق کنن ولی تحقیق ندارن. همه آدم گفته بود که وقتی که شعرهای او را دیوان کلیاتش را مجموعه های علاهده‌اش را در ایران چاپ کردن اون وقت درک کرده است که تا چه اندازه ما و از جمله خودش هم در گفتن شعر به سکته و رعایت نکردن او کشیدن نشدنش او و غیره ها راه داده بود. یک مثال دیگر میارم.
در همین بدالبقایی واصفی یک حکایت بسیار جالبه. اونجا مجلس های شعر خیلی زیاد برمیگشتن، شعر میخوندن. در یک مجلس یک نفر شاعر شونده شعر میخوانه، کسا ایراد میگیرن، میگن که شعر خطا در خیلی جدی. چه؟ جایی که سات لازم است تو سین رو اضافه کردی، موافقت نکردنی سات و سین رو خطای فاحش، خطای بزرگ حساب کرده. ولی تا چند اندازه مسئولیت شناس بودند و همچنین از پیوندی الفبا رسم الخط با زبان گواهی میده. فکر نمیکنم این استاد عینی و ترسونزاده و دیگران که تا آخر حیاتشون با این خط نوشتن همین بود علت همین خط نوشته. استاد عینی تمامی اثرهایشون رو، استاد ترسونزاده من قبل از این هم می‌نویسم و در این روزها در سامانه ها یک کسی متنی جان شیرین رو برمی‌گذاشت، همش به چی است؟ به خطی رسم الخط عربی است، فارسی یعنی است. درک میکنن چون شرایط که نباید بگن و مطرح کنن که با او خط باشن و برگردن، دیگه خودشون خیلی رعایت میکنن. گمان میکنن. استاد ترسونزاده را که من تقریبا در یک چند سال بودیم، من در صدای شرق استاد در اتفاق نویسنده ها رئیس بودن، مجلس ها میدیم، اون کس چیزهای بسیار عادی یکان تبریک نامه به خط امروزه می نویسن، اونم بسیار کج و کله اکرامی من میشه. یعنی همه اینا با خط استاد من پروفسور حسین زاده فقط به همون خط نوشته. سلامت باش استاد، بار دیگر به برنامه کتابخوان خوش آمدید. در آخر میخواستم که صحبتمون استاد خلاصه کنید برای بیننده های برنامه کتابخوان که این صحبت تماشا کردن و آنچه که ما گفتیم یک فکر از اندیشتون از پیامتون بگید استاد، ما برنامه را جمع بست کنیم. تشکر. سوال هایی که مطرح شد، ملاحظه هایی که رد و بدل شد، آیه به مسئله های بسیار جدی بودن. مسئله ادبیات، مسئله زبان، مسئله تعلیم، مسئله متن و غیره و هکذا. من از شنوندگان و بینندگان برنامه بسیار خوب کتابخوان یک تقاضا دارم: هیچ وقت به این گونه مسئله های بسیار و مهم و جدی و سرنوشت ساز سرندلان به اصطلاح یا اینکه سبک اندیشانه مناسبت نکنن. همین گونه مناسبت کردن را یاد نگیرن، بعد عادت میشن. از رهایی یافتن از این عادت بد بلای جان خواهد شد. اگر میخواهم که تاجیکستان ما پیشرفته باشد، ملت ما پیشرفته باشد، کشورمون ادبیاتش، فرهنگش، علمش پیشرفته باشد، تنها تکیه به نمونه های اصلی کنیم، نه شعر مانند و نثر مانند و زبان کوچگی و کوچه بازاری که امروز جاری شده به اونها هیچ وقت تقلید نکنیم، استفاده نکنیم و باید جدی باشیم. سپاس استاد برای این صحبت و یادآور میشم که برنامه کتابخوان بود و استاد مهمونی ما استاد پروفسور عبدالنبی ستارزاده. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشد. خدا یار آورد.